I'm Bob Lazar. During late 1988 and early 89, I worked on the propulsion systems of extraterrestrial vehicles for the United States government. باب لازار شخصی که تونست بشقاب پرنده یوفوها و موجودات فضایی را به مرحله‌ای ببره که هیچ کس به تنهایی نتونسته بود. اون اثباتی به این بود که دولت آمریکا چندین بشقاب پرنده رو در اختیار داره. بشقاب پرنده‌ای سقوط کرده، بشقاب پرنده‌ای که باستانشناسان از زیر خاک بیرون آورده بودند. اون حتی یک عنصر جدید هم به جدول عناصر اضافه کرد، عنصر 115 سوخت بشقاب پرنده‌ها. اون شخصی بود که منطقه 51 رو سر زبون مردم دنیا انداخت، منطقه‌ای که کمتر کسی از درباره‌اش نشنیده باشه، منطقه فوق سری که چند تا از اون بشقاب پرنده ها رو در خود مخفی کرده است. باب لازار به تنهایی تونست که چند دهه سوختی باشه برای افرادی که به طوری توته علاقه دارند و به طور کامل دنیای موجودات فضایی و بشقاب پرنده ها رو تغییر داد. به گفته خودش چندین ماه بر روی مهندسی معکوس یکی از بشقاب پرنده ها در منطقه 51 کار کرده، ولی آیا اون داره حقیقت رو میگه؟ دلایل زیادی وجود داره که حرفاشو باور کرد و در این حال هم دلایل زیادی وجود داره تا باور نکرد. این معماییه که چندین سال ازش میگذره و هیچ کس نتونسته جوابی به اون بده. اما طالبی رو در این باره پیدا کردم که با شنیدنش مغزتون سوت میکشه و میخوام به شما هم بگم.